ما رفتیم خواستگاری، طرف میگه که خونه، میگیم نداریم، توان خریدش نداریم، پول رهنشون نداریم. در صورت جامعه که کلا همه چی به خاطر جامعه است دیگه، یعنی بیشتر مشکلات این قضیه به خاطر جامعه است. خیلی تو ویدیو بود. مثلا که تو روابط قرار میگیرن یه سری چیزا از هم دیگه میبینن، مثلا مثل خیانت، توجه کم، اهمیت ندادن و اینا، و همین باعث میشه که دیگه ازدواج کنسل شه دیگه. و وقتی که شما شرایط ازدواج نداشته باشی ازدواج میکنی؟ گایز من باکر هستم و خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز میخوام از مجردا بپرسیم دلیل ازدواج نکردنشون چیه. بریم سراغ ویدیو. واسه دوستان اگه از ویدیو خوشتون میاد لایک و ساب یادتون نره و اگه ایده، انتقاد و چیزی دارید رو میتونین کامنت کنین. سلام، اسمتون چیه؟ سلام مهدی. مهدی، نظرتون درباره این چیه که روز به روز داریم جلوتر میریم جوونا تمایلشون به ازدواج کمتر میشه؟ خب وقتی که شما شرایط ازدواج نداشته باشی ازدواج میکنی؟ خب این که نه، آره من میخوام دلایلشو بدونم. به خاطر اینه که شرایط ازدواج ندارم، برای همین ازدواج نمیکنم. بعد مشکلات جامعه، مشکلات مالی اینا هم که دیگه آره توضیحش برش نریم. مشکل اقتصادی وقتی باشه نتونی خونه بگیری، ماشین بگیری، برای چی باید ازدواج کنی؟ درسته. خب ولی بعضیا که به این حد رسیدن بازم ازدواج نمیکنن، این دلیلش چیه؟ این به خاطر تنوع طلبیشه، رو ادامهش بده. پس این ضعف جامعه ما و در جهان هم اینجوریه، این هم همین دلایلو داره. الان متاسفانه سوشال مدیا جوری جلوه داده که تنوع طلبی بیشتر از این که بخوای پای یه نفر باشی برات جذاب‌تره. خیلی ممنون تو ویدیو بود. سلام، اسمتون چیه؟ حنانه خانم، نظرتون درباره این چیه که روز به روز داریم جلوتر میریم تمایل دخترها و پسرها به ازدواج داره کمتر میشه؟ به نظر من توی جامعه ای الان هستیم که دختر و پسر که تو روابط قرار میگیرن یه سری چیزا از هم دیگه میبینن، مثلا مثل خیانت، توجه کم، اهمیت ندادن و اینا، و همین باعث میشه که دیگه ازدواج کنسل شه دیگه، ازدواج نمیکنم دیگه. شرایط جامعه چه تأثیری داره؟ شرط جامعه خیلی تاثیر داره. ما داریم تو ایران زندگی میکنیم و اینجور روابط از نظر خودم هم اصلا درست نیست. خیلی ممنون تو ویدیو بود. قربون شما. سلام، اسمتون چیه؟ رامین. رامین، بنظرتون چرا روز به روز داریم جلوتر میریم کلا حتی کل مردم جهان هم اینجوریان که تمایلشون به ازدواج کمتر میشه؟ خب مسلما گرانی، تورم و اینکه واقعا توان نداریم. ما رفتیم خواستگاری، طرف میگه که خونه، میگیم نداریم، چون توان خریدش نداریم، پول رهنشون نداریم، اجاره بالاه و همین مسائل عامه. من تجربه خودتون همینه؟ بله متاسفانه. بعدش از بنظرتون مسئولین چی کاری میتونن بکنن که این بهتر شه؟ مسلما پیگیری لازم رو داشته باشن، خیلی بهتر میشه جامعه. آخه کل مردم جهان هم تو سال 2024 که هستیم خیلی با هم ازدواج دیگه خیلی کمتر شده آماراش. بله متاسفانه همینطوریه. مثلا داخل ایران روند این که تورم داره میره بالا و اینکه مدیریت درستی ندارن متاسفانه مسئولین ما، همین روند اگه ادامه بدن هیچ کدوم جوانای ما ازدواج نخواهند کرد. ممنون تو ویدیو بود. سنه شما چیه؟ شیرین. و شما؟ مبینا. از خانم شیرین شروع میکنم. خانم شیرین، نظرتون چیه که روز به روز داریم جلوتر میریم تمایل دختر و پسر داره به ازدواج کمتر میشه؟ خب والا خیلی شرایط سخت‌تر شده الان، همه اوضاع و اینا همه سخت‌تره. بعد دیگه کسی اصلا واقعا رغبت نمیکنه که بخواد یه زندگی مشترک رو بخواد شروع کنه، یا حتی خب خیلی آخه مسئولیت و اینا داره و خب به نظرم کسی این مسئولیت رو دیگه قبول نمیکنه. نظر شما چیه؟ همین دیگه، واقعا ترسناک شده زندگی مثلا متأهلی و چه میدونم بخوای مسئولیت قبول کنی، چه میدونم زندگی بچرخونی، یه ذره سخت، یه ذره که نه خیلی سخت. به نظرتون تاثیر جامعه چیه روی این موضوع؟ زیاده. خب مثلا 90% به خاطر جامعه است.
و چجوری میشه حل شد؟ به نظرم این ریشه کرده این اصلا حل نمیشه. کیک کنید شما همین چی؟ خیلی ممنون تو ویدیو بودیم. سلام اسمتون چیه؟ ابوالفضل حسام هستم. آقا ابوالفضل، به نظرتون چرا هرچی سال به سال میگذره مجردان میل کمتری به ازدواج دارن؟ دلیلشون چیه؟ قطعا یکیش میتونه نوسان تورم رو به بالا باشه و اینکه حقوقش ثابت. مثلا بخوام بزنم یک کامند رو در نظر بگیریم، در سال نهایتا میخواد 20% به حقوقش اضافه بشه، ولی تورم از سال گذشته تا الان فکر کنم حدود 400 برابر افزایش پیدا کرده. یکی از دلایل مهمش همینه. حالا نظر الان خودتون مجردین دیگه؟ آره. بله بله. برای خودتون هم همین دلیل وجود داره؟ من که فعلا سنم کمه، در حال تحصیلم، در کنار شغلم هم ادامه میدم. آره دیگه، دلیل اصلیش هم این تورم و دلار بالا. به نظرتون الان مردا بیشتر خیلی گارد دارن به ازدواج یا خانوما؟ مردا فکر کنم بیشتر دارن دیگه، چون ساختن یه زندگی بیشتر توسط مرد انجام میشه. خیلی ممنون تو ویدیو بودی. سلام، شما چیه؟ ستایش، نظرت چیه درباره این که روز به روز داریم جلوتر میریم تمایل دختر و پسر به ازدواج کمتر میشه؟ از نظر من چون دیگه هیچ حس واقعی و تعهد و عشقی وجود نداره که بخوان حالا با هم به اندازه سخت زندگی کنن و اینا، چون خیلی زیاد شده حالا خیانت و دروغ و اینجور چیزا دیگه. بخاطر از علتش این میتونه باشه. خب تاثیرات جامعه چیه؟ تاثیرات جامعه که کلا همه چی بخاطر جامعه است دیگه، یعنی بیشتر مشکلات این قضیه به خاطر جامعه است. یعنی شاید یه پسر نتونه اون هزینه‌ای که باید برای عروسیش بکنه یا واسه خونه زندگیش بکنه داشته باشه که بتونه بره مثلا حالا خواستگاری یا ان دختر پسر یه جور در یه حد کار کنن یا دختر خودشو بتونه یه جوری به کار بندازه که در حد پسر کار کنه، حقوقشون مساوی باشه، پا به پا هم نمیتونن زندگیشون رو بسازن. چرا؟ به نظر من اگه واقعا همدیگه دوست داشته باشن و با هم متحد باشن میتونن هر دوتاشون با هم دیگه کنار هم تلاش کنن و زندگیشون رو بسازن، پیشرفت کنن. خیلی ممنون بابت نظر. سلام، شما چیه؟ من محمد امین باسطم. محمد امین، نظرتون درباره این چیه که روز به روز داریم جلوتر میریم تمایل دختر و پسرها به ازدواج داره کمتر میشه؟ یه چیزی که خیلی مشخصه شرایط مملکتمونه که روز به روز داره همه چی گرونتر میشه و شرایط ازدواج واسه ما جوونا خیلی داره سخت‌تر میشه. بعدش یه چیز دیگه که بخوام بگم راحتیم دیگه. آره اینا بخوام بگم این دخترها خیلی تمایل کردن. حقیقت رو من بخوام بگم من خیلی دیدم داداش که اینو دارم میگم، واسه همین از تمایلات اونام میتونم بگم که خیلی دیگه تمایل ندارن، واسه همین شرایط ازدواج کمتر میشه. تاثیر جامعه رو هم میخواستم بدونم. تاثیر جامعه روی ازدواج؟ والا جامعه که داره بهمون میگه که ازدواج کنیم، ولی خب ما هر چی رو میبینیم شرایط اصلا مهیا نیست واسه این کار و میگم دیگه ما خودمون جامعه همون یکم مورد داره. بعدش به نظرتون باید حقوق ازدواج برابر باشه؟ یعنی برای شروع همون نامزدی یا همون ازدواج هم باید 2 نفر به یه اندازه کار کنن دیگه؟ با این موافقین یا نه؟ 100% دیگه. ما الان داریم تو عصری زندگی میکنیم که همون به برابری اعتقاد داریم دیگه و بگیم دیگه زن و مرد نداره. 100% باید خانوما پا به پای آقایون کار کنن، حتی تو این شرایط بعد که باید بیشتر. نه خیلی هم تو بسی بود.